یه بنده خدایی زندگیش خیلی به سختی میگذشت. یکی از اقوامش فوت میکنه و حدوداً 35 میلیارد تومان ارثیه به این بابا میرسه. کسی که به سختی میتونست امورات زندگی خودش رو بگذرونه صاحب 35 میلیارد تومان یه شبه میشه. دست بر قضا از اونجایی که ظرفیت این همه حجم پولو نداشت، شروع کرد به عیاشی و قماربازی و نمیدونم رفیق بازی و اینا. ظرف مدت کوتاهی 20 میلیارد تومانش از دست داد و دچار افسردگی شد. پولشو باخته بود و احساس میکرد که کار ناشایستی رو انجام داده و سرمایه‌شو از دست داده. تقریباً یکی دو سالی رو با افسردگی و دارو و این شکلی رفت جلو تا اینکه یه عزیزی برگشت بهش گفت یادت میاد روزی که حتی پول یه نون نداشتی بخوری و زندگی چقدر سخت میگذشت؟ تو الان 15 میلیارد تومان دیگه داری، تو 15 میلیارد تومان سرمایه داری، درسته 20 میلیارد تومان از دست دادی، اما نسبت به اون موقع تو 15 میلیارد تومان جلویی. چرا یادت میره به داشتهات نگاه کنی؟ ما خیلی وقتها یادمون میره نیمه پر لیوان رو ببینیم و نداشته هامون خیلی بولد میشن توی زندگی ما و بزرگ نمایش داده میشن. اون موقع است که ما رو دچار افسردگی میکنیم. اون موقع است که اون چیزی رو که از دست دادیم رو خیلی بیشتر بهش توجه میکنیم تا به اون چیزی رو که داریم، تا به اون چیزی رو که الان در دستمون هست و ازش غافلیم.